سرخط خبرهای مهم. واکنش‌ها با یک طرح وابسته به مهاجران در روسیه. گرانت‌های آمریکا در تاجیکستان به کی داده می شود؟ و کاخ سفید گفت اسرائیل به آتش بس 4 ساعتی در غزه راضی شد. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. امیدوارم خوبید و نویدی بامدادی رو تماشا دارید. امروز جمعه 10 نوامبر. پیشنهاد یک طرح درباره احتمال منع کار خارجیان از جمله تاجیکان در بخش تاکسی و مکتب و بیمارستان ها در روسیه بحث برانگیز شده است. مؤلفان از حزب روسیه عادل و سپراودلیویا روسیه در آغاز ماه اکتبر امسال گفتند که با قبول لایحه برای اهالی روسیه جای کار بیشتری پیدا خواهد شد. بعضی از مهاجران و کارشناسان باور دارند که طرح در صورت پذیرفته شدن بر ضرر روسیه خواهد بود، چون مردم بومی به مانند مهاجران با معاش کم کار وزنی نمی کنند. نشریه کامرسانت هم نگاشته است که طرح به ضد نقشه وزارت تندرستی و وزارت عدلیه روسیه است، زیرا آنها به قبول تعداد بیشتری خارجیان به کار هوسمند هستند. طرح پیشنهادی هنوز پذیرفته نشده است، ولی باعث به تشویش مهاجران گردیده است که در بخش طب و معارف و تاکسیرانی روسیه کار میکنند. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان برای یافتن کار و معاش مناسب به خارج اساساً روسیه می روند. بر علاوه مقامات این کشور با دادن امتیازهای به مثل تقدیم آسان شهروندی قسمی از پزشکان و آموزگاران صاحب تجربه تاجیک را به کار در آن کشور جلب کردند. در بیشتر از یک سال اخیر مناسبت با مهاجران در روسیه تغییر کرده، بعضی از آنها با گمان بود و باش غیر قانونی دستگیر و اخراج و ایده‌ای برای رفتن به ارتش و اشتراک در جنگ مسکو در اوکراین وادار شدند. اسرائیل به خاطر کوچ بستن ساکنان باقی مانده منطقه شمالی غزه به جنوب و انتقال کمک‌های بشردوستانه راضی شده است که همه روزه 4 ساعت تیرپرانی را قطع کند. کاخ سفید در این باره روز پنجشنبه خبر داده افزوده که بر علاوه دالان بشردوستانه از شمال به جنوب غزه یک دالان دیگر تشکیل کرده می شود. نماینده شورای امنیت ملی آمریکا جان کیربی گفته است قطعه 4 ساعتی تیرپرانی را پرزیدنت این کشور جو بایدن در صحبت تلفنی با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو درخواست کرده است. تعداد ساکنین غزه که میخواهند از شمال به جنوب نوار کوچ بندند روزهای اخیر افزایش یافته است. در قسمت شمالی نوار زد و خوردها میان نظامیان اسرائیلی و واحدهای گروه فلسطینی حماس که در آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی اعلام شده است ادامه دارند. گرانت‌های کمیسیون رشد دموکراسی آمریکا در سال جاری بیشتر به سازمان‌های محلی اختصاص داده شد که در ساحه مبارزه با افراطگرایی و تروریسم و آموزش بلاگرها و خبرنگاران محلی برنامه‌های را پیشنهاد کردند. روزنامه‌نگاران تاجیک میگویند حالا در بیشتر از این کشورها نقش رسانه‌های چاپی در اطلاعات رسانی در جامعه کاهش می‌یابد و سازمان‌های بین‌المللی به توسعه آنها کمتر علاقه‌مندی نشان می‌دهند. همکاران ما اسکندر فیروز و امیر ایسویف در معرفی گرانت‌های این کمیسیون شرکت داشته جزئیاتی موضوع را برایتان پیشنهاد می‌کنند. امروز کمیسیون رشد دموکراسی ایالات متحده آمریکا با 13 سازمان جمعیتی در تاجیکستان کمک مالی عطا کرد. در میان آنها 7 سازمان برنامه‌های مبارزه با ظهورات افراطگرایی و تروریسم و آموزش بلاگ‌نویس‌ها و خبرنگاری را پیشنهاد کردند. مانوئل میکالر سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان تاکید کرد که هدف این برنامه‌ها پیشبرد و رسیدگی به مسائل مهم اجتماعی از طریق ابتکار هدفمند است. از سال 2000 این جانب برنامه کمیسیون رشد دموکراسی در تاجیکستان بیش از 475 گرانت با مبلغ 8 میلیون دلار جدا کرده است. هر سال با واسطه این گرانت ها صدها نفر آدمان تعلیم و یاری مستقیم میگیرند. سفیر همچنین افزود این لایحه‌ها به زنان در آموختن ملکه‌های نوی کاری، به بلاگران روزنامه‌نگار حرفه‌ای شدن و به جامعه شهروندی برای مبارزه با عقیده‌های افراطگرایی و خشونت کمک رسانیده‌اند.
امبر اورا مدیر بخش روابط دیپلماتی سفارت آمریکا در تاجیکستان میگوید که کمیسیون رشد دموکراتی ایالات متحده آمریکا از سال 2000 به این طرف به 4 ساحه مهم جامعه تاجیکستان تمرکز میکند و فهرست برنامه‌های در دست دارد که احتمال سرمایه‌گذاریشان بیشتر است. برنامه گرانت‌های خردی کمیسیون دموکراتیا چنان که گفتم وقت‌های آخر به سمت‌های افضلیتناک نگرانیده شده است. باز تکرار می‌کنم اینها توانمندی زنان، رسانه‌ها، محیط زیست و مبارزه با افراط‌گرایی خشونت‌آمیز می‌باشند. آنها به نزدیکی چند وقت پیش معین کرده شدند و می‌توانند در آینده تغییر یابند. ما در اساس افضلیت‌های استراتژی با تاجیکستان همکاری داریم تا به رشد آن مساعدت کنیم. خورشید عطاالله مؤسس و سردبیر هفته‌نامه فرج گفت که توجه بیشتر به بلاگرها تعجب‌آور نیست، زیرا به گفته وی رسانه‌های چاپی به تدریج در حال کاهش است. برای این توجه کمتر شده است و خودی هم مطبوعات چاپی هم میده کوشش میکنن که به سایت و به یوتیوب کانال و به این چیزا رو بیارن به شبکه‌های اجتماعی. خورشید عطاالله نیت دارد با در نظر داشت وجود درگیری‌ها در مرز تاجیکستان و قرقیزستان و وضع ناآرام افغانستان برنامه آموزش خبرنگاران به اصطلاح جنگی را به کمیسیون رشد دموکراتی ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کند. توجه کمیسیون رشد دموکراتی ایالات متحده آمریکا با آموزش بلاگرها و خبرنگاران رسانه‌های رسمی در حال است که در یک سال اخیر در تاجیکستان 8 بلاگر و خبرنگار با اتهام مختلف روانه زندان شدند. اما در مراسم مذکور درباره سرنوشت آنها چیزی گفته نشد. یک قطار رسانه‌های قزاقستان شام 9 نوامبر از بازداشت وزیر پیشین اقتصاد این کشور کوهاندیک باشیبویف خبر دادند. بنا به خبرها کوهاندیک باشیبویف در لطوکوبی همسرش که بر اثر برداشتن جراحت وزنی جان داده است متهم می شود. رسانه تنگری نیوز با استناد به وزارت امور داخلی قزاقستان خبر داده که شام 9 نوامبر در یکی از طرفخانه‌های شهر آستانه میان مشتریان جنجال سر زده، در نتیجه یک زن جان باخته است. گمانبر را پلیس دستگیر کرده است. کوهاندیک باشیبویف ماه مارس سال 2018 با جرم فسادکاری در دوران راهبری شرکت ملی بایترک بودنش 10 سال زندانی شده بود. اما چند نفر ایبدار شونده در دوره پرونده مذکور با جانب ایبدار کننده موافقت کرده نسبتاً جزای سبکتر گرفتند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. در پی محکوم کردن عهد استالینی در دوره نیکیتا خروشچوف روز 10 نوامبر سال 1961 نام پایتخت تاجیکستان شوروی دوباره از استالیناباد به دوشنبه عوض کرده شد. آن زمان مقامات تمام هیکل‌های استالین را از کوچه‌های پایتخت و دیگر شهر و نواحی هم برچیدند. تاریخ شناسان میگویند نام دوشنبه که یک دهه خردی مکانی بازار بوده است از دوره کوشانیان در کتاب‌های تاریخ یاد می‌شود. دوشنبه 14 اکتبر سال 1924 پایتخت جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان انتخاب گردید. 10 نوامبر در تاجیکستان روز میلیسه است. تاریخ میلیسه تاجیک عملاً از سال 1917 وقتی اولین جزء و تام‌های کارهای داخلی سرخ در خوجند تأسیس یافتند آغاز می‌گیرد. در تجلیل عید میلیسه سال‌های گذشته پرزیدنت امام علی رحمان در برابر ستایش از مبارزه با جنایتکاری با وجود شکنجه و قانون شکنی‌ها در میان ساختارهای حفظی قانون تاکید کرده است. 10 نوامبر سال 2018 در جشن عید پلاو در دوشنبه که عنعنه هر ساله تیرماهی شده است بینظمی رخ داد و مردم زیادی جمع شده به دیگ کلان آش حمله کردند. آش 1 تنه‌ای با زحمت 8 ساعته 6 آشپز تهیه شده در 20 دقیقه با سبب بینظمی‌ها خالی شد. بعد این هر جشن عید زیر نظارت قوی مقامات برپا می شود. و بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. قرب روبل به تغییر بوده 1000 روبل به 119 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی 1095 و 100 یورو به 1170 سومانی برابر است.
بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نویدی بامدادی در هفته روان است، اما شما می توانید در روزهای استراحت هم از سامانه و شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی خبر و گزارش‌های نو را پیدا نمایید. برایتان استراحت خوب آرزو مندم. خدا نگهبان شما.